هفته خبر تو خبر داره براتون از کتلت پزون رئیسی سر قبر سلیمانی و اعتراف به سستی و ریزش در بین مهره‌های نظام. دشمن میخواد القا کنه که مردم نسبت به ارزش‌های انقلاب اسلامی سست شدند. امروز شهید سلیمانی هم با اون روح بلندش و این عشق و دلدادگی جوانانش و عزیزان و دلدادگانش با همه وجود، همچنانی که سردار سلیمانی در مقابل شما بود، شهید سلیمانی نیز تا آخر در مقابل شماست. بله، در مقابل ماست. این هم یه نمونه از اظهار عشق و دلدادگی جوانها به کتلت سلیمانی. آخوندا تو این مدت تا دلتون بخواد قاسم سلیمانی رو حلوا کردن. حتی توی دانشگاه هم میخوان واحد درسی قاسم سلیمانی وارد کنن. عنوان یک خبر عرض میکنم که پژوهشگاه حاج قاسم سلیمانی پیرو صحبت مقام معظم رهبری که حاج قاسم یک مکتب بود، ما مکتب شهید سلیمانی را به عنوان 2 واحد درسی سرفصل‌هاش نوشته ایم، به تصویب وزارت علوم رسانده ایم که به عنوان 2 واحد درسی در دانشگاه‌ها نهادینه شود، مثل درس آشنایی با دفاع مقدس. اینجا هم بچه‌ها رو جمع کردن تا قاسم سلیمانی رو با بتمن و سوپرمن مقایسه کنن. بین رونالدو و حاج قاسم بین تو و حاج قاسم بیشتر دوست دارم. به نظرم حاج قاسم قوی تر از بتمن. بین مسی و حاج قاسم رو دوست دارم. به نظر من حاج قاسم و مرنگی دوتاشون یکی. این یکی هم از مزدوران افغانی آخونداست که میخواد به عشق قاسم سلیمانی پس بره. من به عشق حاج قاسم اینجا اومدم، پس از همون جورم پس میرم به عشق حاج قاسم. حالا خدایی دوستش داری؟ برای چی دوستش داری؟ خیلی. برای چی؟ نمیدونم چطوری دوستش دارم. خبرنگارای مشنگ تیبیریش هم که کفگیرشون به ته دیگ خورده، خودشون رو جای خبرنگارای آمریکایی جا زدن و یه چنین مسخره بازاری رو انداختن. اینجا تهران و من نه تحت عنوان خبرنگار باشگاه خبرنگاران جمهوری، بلکه این بار به عنوان یک خبرنگار آمریکایی بین مردم رفتم تا واکنش اونها نسبت به صحبت‌های قابل تأمل مقامات آمریکایی که سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو به عنوان یک تروریست معرفی کرده بودند ببینند. سردار مملکت ما تروریسته. یعنی چی؟ سوالتون هم دقت کنید، وقتی که میپرسید از ما اسم سردار رو بذارید روش، نه اینکه تروریست. اگه رهبر اجازه بده گفتم که به قرآن به حضرت عباس 2 هفته اینجا رو خرابش میکنن رو سر ترام تا به جمع راحت بشه. لعنت. اما این جنگولک بازی ها به جایی نرسید و همزمان با سالمرگ قاسم سلیمانی این کلیپ ها هم تو فضای مجازی منتشر شد. وبنعطيه مبلغ ليأمن عفش بيت مثل ما بنقول من جاويبه، يعني يقعد شوي كريما لنا. والناس اللي لا بيوتهم ليست مهدمة بالكامل يمكن أن يرجعوا إلى بيوتهم، نساعدهم مباشرة بترميم بيوتهم، بده حيط بده سقف بده شباك وتعويض عن الأثاث. طيب هذا بده مبلغ كبير من المال. وقتها الحمد لله يعني الوضع المالي جيد بإيران، وكانت تتذكر وقتها سعر النفط عالي والأمور كانت أحسن بكتير من هلا. طيب مين بده يروح على إيران؟ مين بده يحكي مبلغ مش صغير يعني حاج قاسم علي أنا هذا اعتبره مسؤوليتي. المسؤولين بالجمهورية الإسلامية اللي أخذوا هذا القرار وعلى رأسهم سماحة السيد القائد اللي حمل هذا الملف وتابعه، راح فيه على إيران وجاب الإمكانات المالية الضخمة اللي قدرنا استوعبنا فيها كل هذا المشهد، كان أخونا الحاج قاسم سليماني. معلوم شد قاسم سلیمانی که میگن سردار دلها بوده در واقع سردار دلارها بوده. تو سوریه هم جز حفاظت از دیکتاتور خونریز سوریه هیچ مأموریتی نداشته. مقام معظم رهبری
به سردار سلیمانی فرمود که برو بشار اسد رو حفظ کن. مأموریت سردار سلیمانی این بود که توی سوریه نگذاره دولت بشار اسد ساقط بشه. توی این مدت آخوندا کلی مجسمه مسخره برای قاسم سلیمانی درست کردن که مردم اول یه دل سیر به اونها خندیدن. این هم جواب نهایی مردم به همه این خیمه شب‌بازی‌های آخوندا در سالمرگ پاسدار سلیمانی. این روزا نظام بدجوری به شرشور افتاده و همه سگ و سیله های ولایت مشغول تعریف و تمجید از عظمان. یکیش این لاریجانی بریده است که اینطوری پاچه عظما رو میخارونه. واقعا آیت الله خامنه‌ای به نظرم شاید 60 سال در راه دیکتاتوری مبارزه کرد از قبل از انقلاب و در این دوران هم پس از انقلاب هم من از نزدیک شاهد بودم که ایشون جلوی رفتارهای دیکتاتور مآبانه رو میگرفت. این که چیزی نیست. امام دجالشون وقتی میخواست انقلاب رو قلمبا کنه از این روزه ها میخوند. اصلا اسلام حکومت ندارد. اسلام اینطور نیست که یه حاکمی مثل آقای هیتلر داشته باشد اونجا، مثل آقای کارتر که نظیر هیتلر است داشته باشد اونجا و سرکوبی کند همه را بزند و بکوبد. اصلا این چیزا در اسلام مطرح نیست. اما وقتی سوار قدرت شد نقاب و کنار زد و اینطوری گفت: لکن این را باید همه بدانند اون روزی که من احساس خطر برای جمهوری اسلامی بکنم، اون روزی که من احساس خطر برای اسلام بکنم، اون روز اینطور نیست که باز من بشینم نصیحت کنم، دست همه را قطع خواهم کرد. این هم یه چشمه دیگه از رابطه بین دیکتاتوری و ولایت فقیه. اگه عاشق هیکل امامید، عاشقان هیکلی سر چهار روز زیاد. اگه عاشق اندیشه امامید، برترین اندیشه امام ولایت فقیه است. امام میفرماد کسی اگر بگوید ولایت فقیه یه مقام تشریفاتیه، حکمش چیه گفتی؟ ارتداد است. عجب. اگه به لوازم حرفش توجه بشه مرتد است، زنش برش حرام است و باید اعدامش کرد. این روزا خامنه‌ای مدام به آخوندا و بسیجی‌ها میگه باید جهاد تبیین کنید. حالا این شما و این تلاش یه آخوند مشنگ در عرصه جهاد تبیین. چرا نظام با مفسدین اقتصادی برخورد نمیکنه؟ خب محسن شکاری رو اعدام کردن، چرا افرادی مثل بابک زنجانی رو اعدام نمیکنن؟ خب عزیز من ببین، هر جرمی متناسب با خودش کیفر و جزای خاصی داره. مثلا حکم امثال محسن شکاری که راه رو میبندن، قمه میکشن، مردم رو میترسونن، میرن زخمی میکنن، چه بسا بتونن میکشنم، خب این باید اعدام بشه. چرا؟ چون 4 نفر مثل خودش حساب کار دستشون میاد که نیان از این کارا بکنن و جامعه رو ناامن بکنن. خدا رو این مسئله خیلی حساسه. یه مجرمی هست مثل بابک زنجانی که اختلاس کرده، مال بیت المال رو برده. این شخص اگر اعدام بشه چه نفعی به جامعه میرسه؟ یادتونه رئیسی میگفت سالی 1 میلیون مسکن میسازیم؟ حالا نتیجه وعده هاش رو از زبون این معاون مشنگش بشنوید. مسکن رو ببینید، ما میگیم مسکن باید ساخته بشه، نه اینکه دولت بسازه. یه بحثی مطرح میکنن که چطور ممکنه 4 میلیون مسکن ساخته باشه.
قرار مگه دولت ساخته بشه؟ مگه هیچ وقت مسکن رو دولت ساخته؟ مسکن رو مردم میسازن. اینا همه وعده هاشون همینطوریه. مثلا این عضو استبل ولایت خواستار این شده که پرستارایی که جونشون رو از دست دادن دوباره برگردن سر کار. درخواست از وزیر محترم بهداشت برای اعاده پرستاران و لیسانس‌های مامایی که در دوران کرونا جان خود را از دست دادن درخواست اعاده به کار و ادامه خدمت داریم. یکی از کارهای مارمولک‌های عمامه‌دار تو این روزا اینه که صورتشون رو با سیلی سرخ نگه دارن. میگه خب حرف راست میگه. الان شما چرا خونه هستی میترسی بری بیرون؟ چرا میترسم؟ من الان 8 روز بود میرفتم تهران، با لباس میرفتم میمدم. خدا شاهده، دارم خدا والله دارم میگم، بی سابقه بوده. عبای منو تو این چند روز چند بار بوسیدن توی بیرون. همین مردم. یه نفر از دور یه حرفی زد فرار کرد. من میخوام مجموعش رو بگم. کلن یک بار یه نفر یه حرفی زد فرار کرد، غیر از اون مردم عبای منو بوسیدن. اما همزمان با انتشار این کلیپ ها یک کلیپ های دیگه هم منتشر میشه که حال و روز واقعی آخوندها رو بازتاب میده. خب این اتفاق چی شد؟ ما تو مسیر داشتیم حرکت میکردیم، توی کوچه حرکت کردیم، نارنج دستی رو که انداختن یه حالت دودونه شد. ما که سنگ اومد خورد به ما. این که سنگ خورد با موتور ما چپی رو بزنیم، با موتور خورد زمین، ما خوردیم زمین، موتور افتاد رو ما. بعد یه سری وسیله‌ام درست کرده بودن به صورت میشمانند تو ظرف پلاستیکی نمیشون بودیم، اینا 4 شعبه اینا رو میریختن وسط خیابون. این پاسدار مشنگ فکر کرده با این قمپوز در کردن ها میتونه به بسیجی ها روحیه بده. ما به هر گونه تجاوزی که نسبت به سرزمین ما یا منافع ما اتفاق بیفته با قاطعیت تمام پاسخ خواهیم داد. هیچ درنگی در این موضوع نداریم، هم قدرت را داریم و هم اراده را داریم و همچنین هر کشوری که مبدأ تهاجم به جمهوری اسلامی قرار بگیرد، فارغ از این که اون کشور اعلام بکنه من اطلاع نداشتم یا اجازه ندادم یا دادم، اون مبدأ هم مورد تهاجم سنگین و پاسخ شکننده جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. این هم تصویر واقعی رجزخونی پاسدارا. از این صفحه دنیا ویران شود شهر تل‌آویو به زودی، والله نماند اثر از آل سعودی. شهرش شود آزاد و بقیعش شود آباد، با آل علی هر که در افتاد بر افتاد. حال و روز مامورای صادراتی و سفیرای آخونده هم تو این روزا خیلی خرابه. تو هر کشوری که هستن مردم اینطوری میرن سراغشون. تروریست رو سپورت میکنی؟ تروریست رو سپورت میکنی؟ بی‌ناموس! بی‌ناموس! دو تشبیه! بی‌ناموس! بی‌ناموس! I want to record this one. بی‌ناموس! بی‌ناموس! این کارمند دفتر ریاست جمهوری آخونده هم فکر کرد با تغییر لباس میتونه جیم بشه و بره کانادا، اما مردم اینطوری یقشو گرفتن. شما از دفتر رئیسی هستید، در دفتر رئیسی خودتون بکش کنار و در دفتر روحانی کار میکردید. در اینجا چه کار میکنید شما؟ شما در اینجا چه کار میکنید؟ خون بچه های کشور ما، شما خون بازنشسته هستی؟ بازنشسته هستی؟ اعلام کننده کنی که برای دولت روحانی رئیسی در دفتر ریاست جمهوری کار میکردی. حالا میخواید برید مسیحی هم بشید؟ میخواید برید قسط بگیرید؟ میخواید برید؟ این دم آخری تیوی ریش پرده ها رو کنار زده و عملاً تلویزیون رو به پایگاه بسیج تبدیل کرده.
یک دو سه یک دو سه دو سه. مجریای تیوریش هم کله پا شدن عظما از صندلی ولایت رو اینطوری بازسازی میکنن. روز لیز خوردن توی خیابون یعنی من کنم اشکال نداره، تقصیر منه که حرکت کرد، تقصیر منه که حرکت کرد. خب آقا من عذرخواهی، اشکال نداره. خب ببخشید. در پایان توجه شما رو به ویدئویی جلب می‌کنیم که تو فضای مجازی منتشر شده و به زبان استعاره همه حرف رو میزنه. من نمیفهمم واقعا ما چرا رفتیم شیمی خوندیم؟ به ما چه اینا بدونیم میتونیم تو خونه یه چیزی درست کنیم به نام یگان کش؟ یا مثلا به من چه یه بطری آب خالی کوچیکا بردارم هر 4 طرفش اکریل و سرنج بچسبونم حتی کفشو، طوری که کل بطری رو در بر بگیره، بعدش اینقدر میخ بریزم داخلش جهت آسیبی بیشتر، فقط موقعی که خواستم حملش بکنم اینقدر بنزین میریزم توش، اینقدرم خالی میذارم جهت هوا و اکسیژن، موقع درش سفت میبندم و قابل استفاده است. به من چه اینا بدونم قدرت آتیشی این بطری تا 50 متر اطرافش در بر میگیره، میشه باشه یه سواری یگان ویژه را کاملا منهدم کرد. اصلا نه همین فرمولایی که بیام توی نوشابه خانواده 2 لیتری درست کنم اینو بدونم که میشه باشه یه تانک کاملا منهدم کرد. اصلا اینو چه ربطی داره به انقلاب ایران؟ فقط موقع که خواستین حملش کنین بنزین داخلش بریز دادا.